چخلا منگلی منگلی میگن کو منگلی خوردگی نیستن ای باباتون منگلی چیلیکایی خیلی میکنه منگلی میگن بیا منگلی بزنم میگن کو چخلا فرما بابا چخلا فرما سوز نکی بابا کافر شدی بابا کپکه موندی اچکی موندی کافر شدی جوانی نامحترم ما ترا ملا نمیگم ما ترا بی سواد چلا سواد میگم فهمیدی چلا سواد میگم ترا صدقه نامی ملاگی شوی کپکه موندی اچکی موندی کافر میشه سوال جواب ته چلا سواد بابا برا حاضرم وقت داری توبه که تو کپکه موندی و تو اچکی موندی انتظار شه چی بود خب ازم گازیت هم نمیوید دیگه ثبوتی اموری دولتی محی پروری کاغذ اوزر خیلی کمی ثبوت میتی امور دو قانون رو ریوه کن در کوری خیلی نمیشه نمیوید مخیلی اوبونارم شدگی خیلی که گازیت کم آیوزی و اوبونی چی کمه چی من حساب اموری کاغذ خیلی جوانی نامحترم میدونی همیره دیدگی کافر شد بود همیره مون برای افتو ایره اچکیره مون برای افتو بابود کافر شد ای کپکهی دوره سیوزه سال 80 فهمیدی؟ کپکهی دوره سیوز سال 80 گازیت کمونا بود گازیت توجکسیون سویتی بود چی بگم ترا؟ سخنتا دونسته گبزم چلا سواد سخنتا دونسته گبزم ما کو بی سوادم نکی تو کافر میشه آدم میرم اونا تو ما میدونی من برای چیه همی برای چیه میدونی تو وقتی که مسابقه گوشتی گیری میشید وقتی بزکشی میشید این کپکه نبود باباهای ما پدرای ما انم خیلی میموندن انم خیلی میکردن گازیتی کامونا رو میگرفتن تا توقشون میموندن انم خیلی که چشماشون افتون نزنه مولو نمیگم ترا یک کوربین میگم کوردیل میگم ترا ما کوردیل میگم ترا ما کافر میشه آدم و کپکمونی آدم کافر میشه ای شما باهاش گویی شما خیلی میدونید خیلی عصر 21 اوخی هم دوره هم میشیدن همو صحابای کرام میشیدن حاضر همو با همو خیلی چه پرگی کردگی میپوشیدن حضرت عمر چی قدر پرگی داشت چی قدر وای داشت چی قدر خاکسار بود خیلی نبود اون وقتا حاضر همش استفاده بردن در کو و چی قدر لباسا برآمده چی قدر وای برآمده اوخی نخوش شما می بابا کافر شدی تو کپکه موندی شما خیلی آدمی خیلی شما همین جوانی گفت مفکوره شما نمیدونم خیلی مفکوره شما نخو آدم کپکمونی کافر بشوی اچکمونی کافر بشوی اوخی یاد همین بود کو همین کاغذ بود کو در پیشونشون میموندن کو وقتی مسابقه ها خیلی تکرار میشود اوخی میموندن کو برای افتو یا کیرمونی پنامرمونی یا پناممونی اوخی همین بابیتون وقتی که همین یگان جو میرم رازبور میرم یگان وای میکنم میارم میمونم یگان رازبور یگان گیزالگی میکنم میرم میمونم قطعی رازبور میکنم قطعی هم خولیگان چخیلی که معروفی کالدا رفتم برای رازبور ما همین را موندم خستم رفتم کنی کو بینم چی گپا قطعی was سالا و جیلا که محسیب کلوش قطعی میرفتم قطعی هم جوانو گابی زدم قطعی جوانو همین خیلی گاب زدن در کن همین خیلی که فوق با فوق گاب زدن در کن رنگی هوایو اوخی ما پناما میمونم او ما کپکه میمونم او ما عرقچین میمونم شاو
اوما توقی میمونم او با حالی را که من برآمد کسیم توقی را میمونم توقی را بسیار یکم معرکه و یکم تویا و یکم خدایی و یکم چیز توقی را میمونی خیلی اخی شما خیلی آدمای نمیفهمیدگی اخی نخود کپکر را بمونی بگی کافر شدی برای توبه که وی خیلی گپای خیلی مناسبت نسبتی پیران نسبتی کلان سالو همین گپشی اوخی ای همه چیز خیلی با رفت زمانه ما الحمدلله مسلمانه اوخی ای بچه ما دیدم که در معرکه مرده که خیلی کپکه موندگیه گفتن بخونن آیت بخونه همین کپکه خطی چونان هم آیت حضرت تبارک خواند که اوخی مردم حیران میشوند میگن خولیگانه چیه این میگن بمبلور هم بوده اوخی این رمزی وای نیست که تو که تمام تو کافر شدی خولیگان شدی رفتی هر یک جوانای هستن هر یک مرد هر یک دنبلوی هستن هر یک عالمای هستن که کپکه میمونن بعد شما چی ارود میگیرین کافر بشون با ای بخت بیاینه ای جوانای نامحترم نخواهم خیلی گپ زنین شما ما کپکه میمونم بفهمم که بابیت کپکه و اچکی میمون بفهمم که نصرانیش نیست گویا رزبار رفته است بفهم همین یک دیم وقتی که ما توقی میمونم بگه که آجی بابیمون هم معتدل هم تنجه هم آرام هم تنجه باید وقتی وقتی که در دورنی زمین میدرم ما اینه میمونم وقتی بفهمم که بابا تو کار کیست دار اونا خوی خیلی ایرود بگیره و ما رفتم برای همین کپکه را موندم اچکی را موندم شما گپ زدین که برین همین کلی معروفه آجی کلی معروف خدا بگیرش که قطعی کار بارش قطعی چیه شوخی برین گفتین همون را گپ زنه که هوا کابینت 14 محکم کنه در شأن ما در شأن مسلمانا این قوم لوط تشبیه به قوم لوط نکنه همین کارا نکنه ما رفتم خیلی بچه‌ها با آداب بوده هوای خیلی بودن شوخ بودن با آداب بودن خیلی من قبول کردم من کپکه و حقیقتی رفته بودم گپ زدم اونجا یک گپی دیگه گفتم خیلی آدم به خطا نمیشه من گفتم که خیلی ما جوانا رو هدایت کنیم هدایت از جانب خدا یک کورسواد یک بیسواد یک مثلا مولا نمیگم هدایت از جانب خداوند تا اگر برای 5 منوت گپ زنی چند تا خطا میکنی اونا خب بابیت این قدر وای کنم من دیل و مقصدم دیگه بود که جوانا رو هدایت کنیم هدایت از جانب خدا یک از سبب میشوه یک از هدایت میوه یک از سبب میشوه که هدایت میوه خداوند هدایت میکنه هدایت خداوند هیچ که هدایت کنه من هدایت کردم فرزندو خودم میگم یگام تاش به عقل وای باشم هدایتش میگم بکنم نه که خداوند هدایت میکنه تو چی گفته تو برو قدیما گپ زن ای عصب وایرون میکنی دوام داره اولی زنده و سربلند باشه اولی رزباروی ما قطعی آدمایی که کپکنمان ای بابا بالاوی گور همه شما دما ولی ما نوار میکنم یک تا مرده که هم مردکچه کو مردکچه برو این واتساپ کدی که برو رو پرو گپ زن رو پرو بیا گپ زن بگیم او تو کافر شدی آخی گذشتگان ما گازیتا میموندن کافر میشدن انتظار شه نولی با ولی جوانای نامحترم انتظار شه